سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل حسین ماجیک. آقا تو این ویدیو قراره یه شعبده خیلی خفن با هم دیگه یاد بگیریم که این از اون تریکاست که 4 تا آس رو با هم دیگه ظاهر میکنی و بعد سورپرایز بعدی رو ظاهر میکنی. اصلا این خفناست که دیگه توضیح خاصی نمیدم، بریم خودتون شعبده رو میبینید و اصلا خیلی خفنه. یعنی جلوی تماشاچی اینو اجرا کنی واقعا ریاکشن خیلی خوبی میگیره. چون من اجرای ویدیو ممکنه گنگ باشه، من آموزششو میدم و همزمان اجرا هم هستش، یعنی بهتون میگم که چیکار کنید. چون من تماشاچی ندارم نمیتونم اول اجرا برم بعد آموزش، همزمان با هم اجرا آموزشو با هم میدیم. بچه این ویدیو یه ترتیب خیلی خوبی داره که اصلا شما قراره که یه کاری انجام بدید. قراره که این چند تا کارتی که میگم رو بردارید، 4 تا آس، 4 تا شاه رو بردارید. اوکی، بعد از اینکه این 4 تا شاه رو با 4 تا آس رو جدا کردین از دست کارت، فقط کافیه که آس گیش نیست، شاهشو بندازین روش، آس دل شاهشو بندازین روش، شاه خشتم بندازین رو آسش، شاه پیکم بندازین رو آسش، ولی اینو برعکس کنید، یعنی آس بیفته رو شاه، بقیه اینجوری، فقط این آس برعکس بشه. اوکی، الان باید شما یه کاری کنید. شما باید 12 تا کارت بشمارید به این صورت: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 که شمردین اولین کارت رو می‌ذارید اینجا، اولین آس و شاه. بعد از این به بعد 10 تا کارت میشمارید: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد آس شاه بعدی رو میندازین، بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آس شاه بعدی، و اینکه بقیه کارتا رو هم میندازین، اصلا مهم نیست تعدادش چقدر باشه، و تک و شاه بعدی هم میندازین. حواستون باشه آس پیک باید زیر دست باشه. حالا اینجا به بعد شما میتونید دست کارت رو فقط کات کنید بچه‌ها، یعنی شما نمیتونید بور مثلا شونه‌ای و کاتای چند تایی بزنید، فقط باید کات بزنید، چون ترتیبی که چیدین خراب میشه. اوکی، خب بریم سراغ اجرا و آموزش با هم دیگه. شما تو اینجا فقط قراره که یه کاری انجام بدید. قبل از اینکه شروع کنید میگید که میرید چون سراغ دست کارت و دنبال آس پیک رو برمی‌دارید و میذارید کنار به عنوان کارت پیشگویی. که من یه کارت پیشگویی دارم میذارم اینجا، و موقعی که این کارو کردین این کارت دست کارت رو کات میکنین که شاه پیک بیاد زیر دست. اوکی، تا الان پس میرید اولین کاری که میکنید تو جلوی تماشاچی میرید آس پیک رو برمی‌دارید و میذارید کنار و دست کارت رو کات میکنید. بعد از تماشاچی میخواین که 2 تا تاس فرضی بریزه. حالا من تاس ندارم، فرضیشو میریزیم به عنوان تاس. اوکی، تاس فرضی میریزه، مثلا 2 تا تاس هستش، 2 تا تاس میندازه، مثلا یکیش 3 میاد یکیش 2. این 2 تا تاس رو بهش میگیم با هم جمع کنه. شما روتون رو برگردونین که اصلا این چیزا رو نبینید. اگه تاس داشتین که اصلا روتون رو برگردونین، اگه نداشتین برگردونین که بازی جذاب‌تر شه. میگید 3 تاس بریزه فرضی تو ذهنش یا جلوتون، و این 2 تا تاس رو با هم جمع کنید. مثلا 3 و 2 گذاشته که جمعش میشه 5 تا. میگیم 5 تا کارت بشماره: 1 2 3 4 5 تا. اوکی، 3 و 2 میشه 5 تا. این 5 تا کارت رو حالا بهش میگین چند تا کارتی به دست اومد و بذاره مثلا پشتش، مثلا هر جا که میخوایم. مثلا ما حالا چون آموزش هم داریم میدیم میذاریم اینجا که حالا جلوی دست باشه. بعد شما وقتی که برمیگردین بهش میگین که خب جمع 2 تا تاس که بیشتر از 12 نمیشه، برای همین شما 12 تا کارت میشمارید: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 3 تا دسته 12 تایی بعد تشکیل بدید: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. به بقیه کارتا هم بزنید بقیه، اصلا مهم نیست چه تعداد باشه. از اینجا هم تماشاچی میخواین که این تعداد کارتی که گذاشته بود پشتش رو برداره و بشماره. 1 2 3 4 5 کارت. اوکی، اینو شما هم میشمارید و اینجا جادو رو بهش نشون میدید. میگین که خب اوکی، من طبق تعدادی که خود برداشتی من کارت برمی‌دارم: 1 2 3 4 و پنجمین کارت رو شما دقیقا همین 5 تا کارت 1 2 3 بردیم، شما پنجمین کارت رو میذارین کنار و همینجا بقیه دسته کارت هم کات میکنید. دقت کنید، شمردین بقیه دسته کارت رو کات میکنید. اینجوری کارتا رو نمیشونه بچه‌ها، من شمردم اشتباه میشه، یعنی کلا کار خراب میشه. به این صورت بشمارید: 1 2 3 4 5 تا. این پنجمین کارت رو بذارید اینجا، بقیه دسته کارت رو کات کنید. دوباره اینو بذارم کنار. اوکی، بعد دوباره کارت بعدی 5 تا 1 2 3 4 پنجمین کارت رو میذارید اینجا، بقیه دسته کارت کات، و این هم که اصلا لازم نیست کار کنید، این هم میذارید همینجا باشه.
میگه ما اول کار یه پیشگویی داشتیم که پیشگوییمون آس پیکه. دقیقا خودتون میدونید آس پیکو جدا میکنید، میذارین جلوی دسته 4. اوکی، این دسته هم که اصلا مهم نیست، برمی‌دارید مثلا میذارین روی این دسته کار، اصلا مهم نیست، میگیم میذارن روی بعد اینجا میگه خب اوکی این آس بعدی و آس بعدی طبق تاسی که خودت ریختی اینجا پراش میریزه. فقط کافی که بهش میگین دوباره اون تاس رو یادآوری کنی، میگی تاسو خودت فرضی ریختی یا ریختی. میتونستی هر تاسه باشه، اگه یه دونه بالاتر میومد یه دونه پایینتر میومد کلا همه چیز خاطی میشه. اوکی، اینو بهش میگین. بعد از اینکه سورپرایز شد میگه آقا هنوز تموم نشده، فقط کافی که همه دست کارتو به این صورت برگردونید، همه 4 تا دست کارتو برمیگردونید و میگی هر آسی شاه خودش هم پیدا میکنه. یعنی دقیقا آسی گشنی، شاه گشنی، تک دل، شاه دل، تک خش، شاه خش و تک پیک و شاه پیک. اینجاست که پرای تماشاچی میریزه و اصلا ریاکشنش خیلی خوبه. من اجرا کردم، ریاکشنای خیلی خفنی گرفتم. برید اجرا کنید و لذت ببرید. آقا به پایان ویدیو رسیدیم، امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بغلم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم بیاین و نگاه کنید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.